خب پس با اجازه شروع میکنیم. با سلام مجدد به همه دوستانی که تشریف آوردن. موضوع بحث این میزگرد انتخابات پیشرو و اتفاقاتی که در آن افتاده و همچنین سیاست در قبال انتخابات و پیشبینی هایی که هر کدوم از سخنرانان در مورد پیشرفت و نتایج انتخابات دارن میتونیم صحبت کنیم. اول از این بحث شروع میکنیم با توجه به اومدن هاشمی رفسنجانی که در لحظات آخر اومده و همچنین یه سری کاندیداهای دیگه. وضعیت این انتخابات رو، این آرایش نیرو در این انتخابات رو چگونه میبینید و فکر میکنید که چه برخوردی و چه سیاستی در قبال انتخابات میشه داشت؟ نه، بعد دور دوم در مورد سیاست میتونیم صحبت کنیم. دور اول در مورد اینکه این آرایش نیرو رو چجوری میبینیم. من از دوست عزیزمون اول معرفی میکنم از افراد رو که در این میزگرد شرکت دارن. دوست عزیزمون مهران براتی از پای بنیانگذاران اتحاد جمهوری خواهان ایران و الان عضو سازمان جمهوری خواهان ایران هستند. دوست عزیزمون مرتضی کاظمیان از فعالین ملی مذهبی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هستند. خانم ملیحه محمدی از اعضای اتحاد جمهوری خواهان و اعضای چند دوره عضو هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان بودند. روزنامه‌نگار و نویسنده و تحلیلگر سیاسی هستند. دوست عزیزمون فؤاد تابان سردبیر سایت اخبار روز و از فعالین جنبش چپ در ایران هستند یا جنبش چپ ایران هستند. به هر حال سوال اول رو در مورد اینکه اوضاع آرایش گواه و اوضاع را چگونه می‌بینیم از دوست عزیزمون مهران شروع می‌کنم. من میرم خدمتشون گوش. بله، خیلی ممنون از دعوت شما و خوشحالم که اینجا پیش شما دوستان هستم و 10 سالگی اتحاد رو هم به شما تبریک میگم. عرض به حضورتون که صحبت انتخابات هر وقت میشه یه فکر اساسی در سر هست و اون اینه که برای هیچ آدم سیاسی، برای هیچ نگرش سیاسی این مسئله وجود نداره که شرکت در انتخابات غیر آزاد که ما از بدو جمهوری اسلامی تا کنون انتخابات غیر آزاد داشتیم برای همیشه نادرسته. اما در عین حال برای نیروهای آزادیخواه شرکت در یه همچین انتخاباتی هم یا یک باره یا چند باره استثناست. استثناء به این معناست که انتخابات در شرایط غیر آزاد، در شرایط دیکتاتوری یا استبداد مذهبی وقتی معنا داره که ما اون رو به عنوان وسیله به اصطلاح ابزار تغییر نرم قدرت ببینیم. ابزار تغییر نرم قدرت هم همون در محدوده همون استراتژی انتخابات آزاد معنا پیدا میکنه. به این معنا که بر صورت در جامعه غیر آزاد استبدادی تشخیص داده بشه در شرایط معینی در توازن قوای موجود درون این جامعه آمدن کاندیدهای مشخص با پشتوانه اجتماعی و سیاسی مشخص چه تغییری میتونه در موازنه قدرت به وجود بیاره که به سود نیروهای آزادیخواه جامعه باشه. اگر همچین چیزی اصلا در دستور نباشه خب معلومه شرکت در یه همچین انتخاباتی هم معنا نداره. اما اینکه این همچین تغییری در توازن قدرت انجام بگیره هم شرایطی داره. یکی از شرایط اصلیش این هست که نیروهایی که میخوان از درون حکومت و حاکمیت موجود تغییراتی به وجود بیارن دارای شناسنامه اجتماعی و نام و نشانی باشن. نمیدونم اسامی نظیر سازندگی و جهاد سازندگی یا نمیدونم آبادگران و غیره، اینا آدرس های اجتماعی نیستند. ما در یه تجربه داریم در 4 سال پیش
با آغاز جنبش سبز اولین بار در تاریخ ما یه حرکتی داشت اتفاق میافتاد که میتونست کپی اون چیزی باشه که در اروپای شرقی اتفاق افتاده. یعنی یک ترکیبی از انقلاب مخملین یا یک دگرگونی مخملین با پایه اجتماعی بسیار گسترده به ویژه از نیروهای سکولار و دموکرات جامعه و تلفیق اون با اصلاح طلبی درون حکومت. برای جوامعی مثل جامعه ما بهترین حالت و مثمر ثمرترین تغییر این هست که یه همچین تلفیقی میان حرکت جنبش اجتماعی از پایین و اصلاح طلبی از بالا اتفاق بیفته. یه همچین مسئله شانس داشت اگر رهبری در اون زمان وجود می داشت که میتونست این جنبش به اصطلاح سبز دموکراتیک رو رهبری بکنه و شرایط تلفیقش رو با تغییر و تحول از بالا به وجود بیاره. همچی رهبری متاسفانه وجود نداشت. مدعیان قدرت ریاست جمهوری که آقای موسوی باشند یا کروبی باشند گفتن بله ما هم در تظاهرات شرکت خواهیم کرد، ما هم مثل شهروندان دیگر می رویم و در تظاهرات شرکت می کنیم. هیچ نوع ادعایی در مورد قدرت ندارن. یه نیروی اپوزیسیونی که اصلا اراده معطوف به قدرت نداشته باشه نگه من میخواهم به جای آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بشم با این برنامه انتخاباتی. نکته مثبت 4 سال پیش چی بود؟ آقای موسوی آمد با شعار مقدس بودن قانون اساسی. معنیش هم این بود که ما فقط در زمینه اجرایی میتونیم کارهایی انجام بدیم. از نظر پایه قانونی وفادار به قانون اساسی هستیم. اون طرف آقای کروبی اتفاقاً پایه اشاره اصلیش به نیروهای سکولار و به نیروهای دموکرات جامعه بود. نوعی اتحاد نانوشته با جنبش زنان به وجود آمد، با اقلیت‌های قومی به وجود آمد، با جنبش سندیکایی کارگران به وجود آمد. نوعی خواستهای اینها در برنامه انتخاباتیشون تبلور پیدا کرد. بنابراین طبیعی بود که در یه همچی شرایط تلفیقی که ما اون زمان میدیدیم میان همچی پایه‌ای که در اصلاح طلبان از طریق آقای کروبی به وجود آمده و این جنبش اجتماعی و تلفیق اینها با هم میتونه مثمر ثمر باشه. به همین دلیل هم 4 سال پیش ما دعوت به رأی دادن به آقای کروبی کردیم. الان هم باز وضع همینه. الان ترکیب نیروهای درون نظام چی هست؟ نخیر، ما اون شرایط 4 سال پیش رو نداریم. الان هم برخورد به این انتخابات و نیروهای حامل درون نظام هم باید به همون شرایط 4 سال پیش باشه. اون نیرو وجود نداره، شرایط دیگری هست، ولی همونطور که گفتم این تنها عامل نیست. ما تئوری ها یا استراتژی ها رو میسازیم برای اینکه در صحنه عمل بمیرند. هیچ استراتژی معنی نداره جز اینکه در ورودش به صحنه عمل و عملی بودنش نشان بده که چقدر از اون لیاقت ماندن داره و چه مرده است و باید بمیره یا تجدید حیات پیدا بکنه. چون استراتژی ها و به خصوص تئوری های مربوط به دگرگونی های اجتماعی با عامل زمان و مکان سر کار دارن. ما نمیتونیم یه استراتژی، معمولا استراتژی انتخابات آزاد یا تئوری های مربوط به اون، چشم به آینده دارن، میخواهن میان امروز و فردا پلی باشن. استراتژی معنی دیگری نداره، نسخه کار نیست. بنابراین برای ورود به صحنه عمل شدن بایستی که ببینیم استراتژی و افکاری که داریم در رابطه با زمان و مکان چه کاربردی دارن. فعلا من شرایطی نمیبینم که اون شرایط 4 سال پیش قابل تکرار باشه. به همین دلیل هم باید برخورد دیگری داشت. بله، شما به من اگه بگید که مثلا 2 دقیقه وقت دارم، بله خیلی ممنون. نه، من فکر میکنم همینجا بخش مهم صحبتم رو انجام دادم و فکر میکنم الان با آمدن آقای هاشمی و آقای مشایی و آقای ولایتی و آقای قالیباف و دیگران، برخورد به این مسئله دیگر در ابعادی نیست که ما 4 سال پیش داشتیم. این یه برخورد به نیروهایی است که میشه حد زد که اگر تغییر و تحول به اصطلاح
نیروهای درون نظام به شکل شناسنامه‌داری باشه. شناسنامه‌دار هم که میگم فعلا این هست که ما هیچ راهی نداریم جز این که از طریق برخورد به برنامه‌های انتخاباتی ببینیم که راه و روش چی هست. من حدسم بر این نیست که تغییر و تحول نیروها به سمتی است که قدرت مقابله با بیت خامنه‌ای وجود داشته باشه. ممکنه یارگیری‌های جدید در اشکال جدیدی پیدا بشه که در چند هفته آینده ما باش روبرو باشیم. الان قابل پیش بینی نیست. به همین دلیل هم نظر عمومی فعلا این هست که ما سر به اصطلاح در این دعوای درونی یا در این مقابله نیروهای درونی که قرار گرفتن فعلا جایی این نیست که ما پشت این یا اون بایستیم. بستگی به این داره این چند هفته آینده چه نمودی از اون چی که درون نظام میگذره ما ببینیم و داشته باشیم. مرسی. الان میخوام خانم محمدی نظرشون در مورد آرایش جدید نیرویی که الان با ورود هاشمی رفسنجانی در صحنه ایجاد شده مطرح کنم. خب من نقطه نظرات ایشون رو میدونم، ولی در این زمینه عرصه جدید با توجه به اینکه ایشون از اجماع اصلاح طلبان در مورد هر کاندیدایی که اصلاح طلبان ازش به عنوان اجماع بکنن، حمایت بکنن، توی نوشته هاشون بیشتر ازش دفاع کردن، جزو کسانی بودن که دعوت آقای خاتمی رو روش بسیار مصر بودن و ایشون الان نیومده. به هر حال وضعیت اوضاع رو الان در این شرایط لحظه حاضر چگونه می‌بینن؟ اشاره به صحبت‌های آقای براتی می‌خواستم بکنم، ولی سعی می‌کنم که به همین ترتیبی که شما گفتید از موقعیت فعلی شروع بکنم و احیانا برسم به این نکته که شباهت‌هایی با 4 سال پیش و 4 سال پیش‌های دیگر وجود داره یا نه، یا اساساً میتونه فارغ از این انتخابات در ایران مثل همه مسائل تاریخی اجتماعی دیگه میتونه فارغ از شناسنامه و پرونده خودش زندگی بکنه، باهاش برخورد بشه و به اصطلاح اثرگذاری داشته باشه؟ فکر میکنم نه. فکر میکنم که انتخابات یه امری هست، یه مسئله‌ای که به نوعی ملی شد بعد از انقلاب. یعنی یکی از دستاوردهای مثبت انقلاب در مسیر تحول اجتماعی سیاسی در ایران اهمیت پیدا کردن انتخابات بود. من یه نوجوان سیاسی هم بودم در تهران 2 میلیونی. وقتی که انتخابات میشد هیچ کس خبردار نمیشد. این واقعیت بود که حساسیت‌های خاصی هم ما به خاطر محیط فامیل و زندگیمون داشتیم و وقتی که رویدادهای انقلاب شروع میشد آقای بنی احمد نماینده اول تهران بود که معروف شد با 2000 تا رأی از شهر 2 میلیونی اونجا حضور داره. انتخابات اهمیت پیدا کرد. اینکه انتخابات اهمیت پیدا کرد مسئله صرفا ذهنی از به اصطلاح نمادهای فرهنگی انقلاب یا میشه آدرسش رو در زندگی اجتماعی مردم و رویدادها و تحولات سیاسی اجتماعی دید. میشه دید در ایران بعد از انقلاب از خوب و بد، درست یا نادرست، هر اتفاقی که افتاده در ارتباط با حکومتی بوده. حالا این حکومت و دولت ما ایرانی‌ها یه خودم جابجا به کار میبریم. حکومت منظورم همون نیروی جمهوری هست، حالا وقتی با یه جوری محوریت مرجعیت نخست وزیر و دورانی بدون اون در ارتباط مستقیم با حکومتی بوده که نتیجه همین انتخابات پرنقص مردم راهی کردن به اصطلاح به اداره امور کشور به هر حال گماشتن. در واقع و سیر تحول یه جوری گویای هم رفتار اجتماعی ما، فرهنگ برخورد ما با انتخابات، تقاضاهای ما که هنوز به نظر من شکل نگرفته، آموزش دیده نشده در یک فرهنگ سیاسی پخته، جامعه‌ای که همیشه جامعه تسلیم یا شورش بوده، قهر یا شورش بوده. این در قبل از انقلاب هم سابقه داشته. شما میلیون ما رو میبینید که بعد از اتفاقاتی که افتاد قهر میکنن و در خونه هاشون میشینن. یک آدرس
نادرستی، فرخ نگهداری تفسیر خوبی داره از این موضوع که در سخنرانی خودش میگه آدرس نادرستی هم بازرگان میده که ما آخرین نسل بودیم که با شما به زبان قانون سعی کردیم صحبت کنیم. پس از اون اتفاقاتی در ایران میفته که وقتی انقلاب بهمن به وقوع میپیونده هیچ کس از اون روند رویدادها راضی نیست، اون مبارزه رو درست نمی‌کنه. ولی انتخابات میاد و همونطور که گفتم یک کانون اثرگذاری میشه در مسائل و رویدادهای سیاسی اجتماعی، تاکید میکنم اجتماعی در زندگی مردم. این نکته هم توی پرانتز بگم، بعد از مدت‌ها برای سیاسیون به خصوص که در شکست طولانی زندگی کرده باشن مثل ما، ایران اساساً از ایرانی‌ها میگم، از خودمون، ایران امروز برای ما مسئله سیاسته. با نگاه کردن به ایران، وضعیتش، طبیعش، ما چک می‌کنیم ایده های سیاسی ما، برنامه‌های ما درست بودن یا غلط. ایران اما محل زندگی مردم ایرانه، کمی شلتر، کمی سفت‌تر، حتی بند روسری‌ها. قیمت گوشت قابل به اصطلاح دستیابی برای یک خانواده متوسط پایین آری یا نه. این که بتونه کسی نگران نباشه که الان پسر یا دخترش در خیابون با یک نیروی پلیس به هر حال امنیت برخورد بکنه، ولی اینا مجموعاً ایرانه برای مردم. به این خاطره که خب یک دورانی داریم مثل دوران اصلاحات، اعتراضات کمتره، مطالبات اجتماعی به ازاش رشد میکنه. شما در یک فضا و در یک جو متعادل و باثباتی هم فرصت رشد آگاهی اجتماعی هست، هم فرصت طبقه بندی مطالبات اجتماعی و نوز گرفتن جامعه‌ای که شما بهش میگید روشنفکر متوسط شهری و عامل تحولات مثبت اجتماعی هست در ایران، در کشورهای نظیر ایران همه. خب این اتفاق در دوران اصلاحات هم با چطوری میفته؟ به شناسنامه به پرونده میخوام برگردم. من بارها نوشتم توی مطالبم که بدون گذر از دولت هاشمی رفسنجانی، از عبور از خامنه‌ای به دولت خاتمی غیر ممکن بود. به ویژه به لحاظ علمی و اجرایی وجود وزارت کشوری که هاشمی برنامه‌هاشو نتونسته بود در کشور پیش ببره، صاحب یه وزارت کشوری بود که امروز میخواست در اختیار نیروی بذاره که اون نیرو بتونه کمبودها رو، اونهایی رو که واقعا آقای هاشمی به لحاظ عدم جرأت و جسارت خودش نتونسته بود پیش ببره و با توجه به خیلی دشمنان متفرقی که از حوزه پیرامون خودش داشت، یعنی ضمانت، یعنی حمایت وزارت کشور هاشمی از اصلاح طلبان یک عامل خیلی بزرگی بود. شکست پروژه های اجتماعی تسلیم و شورش. ما ادامه‌های سال 67 داشتیم. جامعه اشکال شورش شهری را امتحان کرده بود. هیچ کدوم نشده بود شکلی از به اصطلاح تحولات سیاسی که مردم بخوان و دنبالش برن. اما انتخابات بود که همیشه بزرگترین میعاد اجتماعی مردم بود. دو اصلاحات رو سرانجام به وجود آورد. این پیگیری مردم امر انتخابات رو به جای آدرس‌هایی که دیگران میدادن، گروه‌های رادیکال میدادن، گروه‌های صادق رادیکال میدادن و از جمله ناامیدی که من فکر می‌کنم در سخنان آقای براتی این یه جوری تئوریزه بوده، سابقه داره در ایران. به جای اینها مردم رفتن در پی تغییر ممکنات. دوران 8 ساله اصلاحات به وجود آوردن که ما شاهد هر روز خروج مردم از کشور، دانشجوها، جوونا نبودیم. به هر حال نان تو سفره مردم بود، بدهی خارجی از میان رفته بود و خودکفایی و یک آدرس خوب سالهایی رو آقای عمادی اینجا توضیح میدادن در موردی که در مسائل اقتصادی که ما داشتیم بالا می اومدیم تا پروسه‌ای که ما برمیگردیم به خام، صدور مواد خام و همه اینها مرتبط هست با نیروی انتخاباتی که سر کار بوده. من یک جمله میگم و تموم میکنم. در وضعیت فعلی باز ما با وضعیتی روبرو هستیم که یک عنصری مثل هاشمی که تجربه هدایت کشور دوران جنگ و بعد از جنگ رو داشته، شوخی نبوده اونچه که از جنگ و ویرانی در ایران گذشته و تونسته از اونجا هدایت کنه با تجربیات خودش که دریافته و بیان هم کرده و گفته و نوشته که لیبرالیسم اقتصادی که اون دنبالش میگشت با وجود استبداد سیاسی
تاکید می‌کنم استبداد نه دیکتاتوری. در سوالی که از آقای عمادی می‌کردن این نکته استبداده که نمی‌ذاره امشب تا فردا برنامه‌های اقتصادی هم تغییر بده. ولی دیکتاتوری قانون داره. بنابراین امروز ما در همون مقطع هستیم مثل 4 سال و 4 ساله‌های پیش. اگر فرصت باشه بعدا من بیشتر توضیح آقای کاظمیان نفر بعدی، شما هم جزو کسانی بودید که خیلی تو نوشته هاتون تا اونجا که به یاد دارم اصرار داشتید روی آقای خاتمی. الان که آقای خاتمی نیومدن و آقای هاشمی اومدن با اوضاع را چجوری میبینید و چه ارزیابی از وضعیت دارید؟ خب با سلام و تشکر و تبریک به مناسبت 10 سالیه اتحاد جمهوری خواهان. من این توضیحی که شما دادین رو میخوام تکمیلش کنم، چون به زاویه دیدم یه مقداری متفاوته با خوشبختانه متاسفانه هر دو سخنان قبلی. یعنی اینجوری انتخابات رو محور میکنم مثل خانم محمدی و خب وضعیت موجود از یک جای دیگه میبینم. اون جای دیگه برمیگرده به 22 خرداد 88. یعنی به هر حال یک اتفاقی در کشور افتاده که این فرض تحلیل منه، یک کودتای انتخاباتی به علاوه یک تقلب معنیدار در مشارکت انتخاباتی مردم. اگر با این فرض هم عقیده باشیم، از نظر من حاکمیت سیاسی در ایران هیچ دلیلی وجود نداره که بخواد پا پس بذاره برای برگشتن به قبل از 22 خرداد 88. یعنی من فکر می‌کنم که ورود 3 نفر، خاتمی، هاشمی و مشایی، این هر سه به حاکمیت منتفیه. حالا آقای خاتمی که نیومد یا به تعبیر جلوشو گرفتن و صحبت 2 روز پیش آقای خاتمی هم خب کاملا تند بود و نشون میداد این حجم فشار. این مفروض نگاه من به شرایط موجود. اما مستقل از اینکه این وضعیت سیاسی در ایران وجود داره، یک واقعیتی هم رخ داده. اون واقعیت خب برای ما که خارجیم ممکنه جور دیگری به چشم بیاد، برای کسانی که در داخلن به گونه دیگری. بخش مهمی از شهروندان بعد از انتخابات 22 خرداد 88 نسبت به سلامت انتخابات و اینکه رأی اونها خونده بشه الان دچار تردیدن و اینها بخش مهمیشون قطعا در انتخابات شرکت نخواهند کرد، مگر یک اگر مهم داره اینکه احساس کنن با کریدوری به نام هاشمی رفسنجانی امکان تغییر در ایران ممکنه. اتفاق مهمی که امروز رخ داد با نامزدی آقای هاشمی رفسنجانی به عقیده من یک نامزدی که میتونه نماد تغییر باشه در ایران متولد شد. یعنی الان آقای رفسنجانی تنها کسی هستش که نماد تغییر در انتخابات یا به تعبیری میتونه باشه و از این فرصت تاریخی استفاده کنه، فرصتی که نه فقط برای آقای هاشمی رفسنجانی بلکه برای حاکمیت فراهمه و البته برای مردم ایران. بقیه نامزدها یعنی یا کسانی که متعلقن به اردوگاه اصولگرایی و به تعبیر ولایت پذیرن و سوگند خورده مرکز سر قدرت مثل آقای ولایتی، قالیباف، حداد عادل و مثلا دیگران و از جمله آقای جلیلی که در واقع برگی بود که امروز به تعبیر من روش شد و این خودش میتونه سرنوشت انتخابات متاثر کنه، چون آقای جلیلی نامزد جبهه پایداری نشد، در مراسم اعلام نامزدی کامران باقری لنکرانی مشارکت نکرد و از طرف دیگه منتسب نیست به یک جریان خاص سیاسی. کسی که میتونه در واقع بین جبهه پایداری، طیف مصباح یزدی و متحدین اصولگرا و خود آقای خامنه‌ای رو با توجه به سابقه طولانی مدت که داره به خاطر کار در دفتر رهبری، این رو متوسطی از اینها باشه. آقای جلیلی نامزد، آقای جلیلی هم جزء همون نامزدهایی است که ادامه دهنده وضع موجوده. نامزدی آقای مشایی هم فوق‌العاده مهم است امروز، اما ایشون هم ادامه وضع موجوده. یعنی به هر حال هیچ کدام از کسانی که تا حالا ثبت نام کردن به جز آقای رفسنجانی این شایبه رو در ذهن افکار عمومی و شهروندانی که تغییر خواهند و در واقع دنبال به هر حال یک فرصتی هستن برای اینکه خودشون رو از این فشار سنگینی که بعد از 88 متوجه اونا شده نجات بدن. این تنها امکانی که وجود داره. من البته داخل پرانتز اینم اشاره کنم که حالا دوستان در یک اخباری که مرور شد اینو بهش اشاره نکردن.
اگر اشتباه نکنم یک نفر از در واقع منصوبین دولت امروز به وکالت از آقای محمد رضا رحیمی در انتخابات ثبت نام کرده. یعنی در واقع باند احمدی نژاد مشایی نشون میده که پروژه‌های خودش رو داره و به تعبیری آلترناتیو خودش رو هم برای رد صلاحیت مشایی پیش بینی کرده. یعنی الان مشایی شده سیب و نامزدهای منتسب به دولت دارن میان پشت مشایی. من اگر از این صرف نظر کنم میخوام بگم بر مبنای وضعیتی موجود در نیروهای سیاسی در کشور، آقای هاشمی رفسنجانی که آخرین تصویری که از خودش به جا گذاشته آخرین سخنرانیش در مقام خطیب نماز جمعه تهران بوده. آقای رفسنجانی بعد از اون دیگه امکان سخنرانی از تریبون نماز جمعه پایتخت رو حتی پیدا نکرده. آقای رفسنجانی الان یک حامی خیلی مهمی داره به نام محمد خاتمی که کاملا تبیین کرده که من امکان ورود پیدا نکردم و جلوگیری شده از نامزدی من در فضای انتخابات. به خاطر این تقریبا با اطمینان میشه گفت که قریب به اتفاق اصلاح طلبان خواهند رفت پشت آقای رفسنجانی. این قریب به اتفاق اصلاح طلبان شامل بخش مهمی از اصلاح طلبان سبز هم خواهد شد، به خصوص اگر آقای رفسنجانی تاکید کنه روی مواضع خودش در آخرین سخنرانیش که تقریبا واجد یک مشابهت‌هایی بود خروجی اون سخنرانی با شرط‌های آقای خاتمی در سال 90 در انتخابات مجلس و همینطور بیانیه 17 موسوی. یعنی اگر هاشمی رفسنجانی بتونه خودش رو نزدیک کنه به محورهای بیانیه 17 اون آقای موسوی، من گمان می‌کنم که یک فرصت مهمی باشه برای اینکه جامعه تغییرخواه از کریدور هاشمی مطالبات خودش رو تغییر کنه. صرف نظر از این زاویه دید که خب در صحبت‌های خانم محمدی هم این خیلی برجسته است. یعنی من گمان می‌کنم که این اصلاحات حکومت محور یک مقداری هژمونی داره در خروجی تحلیلشون. من خودم که شما اشاره فرمودید اگر اصرار داشتم بر نامزدی خاتمی و الان هم از نامزدی رفسنجانی استقبال می‌کنم، تکیه‌گاه هم اصلاحات جامعه محور هست. یعنی الان جامعه به قدر زیر فشار هست که بخش مهمی از حتی فعالین ستادهای موسوی و کروبی دنبال حضور در ستادهای قالیباف بودن یا ستادهای دیگری که به اونها امکان تحرک اجتماعی بده. فراموش نکنیم که این جامعه زیر سرکوب فضای فرصتی براش پیدا شد که در هفته‌های اخیر امکان نشست‌های جمعی پیدا کرد، امکان دیدار با خاتمی پیدا کرد، امکانی رو پیدا کرد که در مجمع تشخیص مصلحت یا حسین میرحسین بگه دست بزنه و تا حدی که حراست مجمع جلوش رو بگیره و همین امروز با نامزدی رفسنجانی چند صد نفر بیان دور وزارت کشور و تا خیابون‌های اطراف فاطمی برای من جمع می‌کنن. به حال مجدد خیابون‌ها دچار یک تحرک جدید بشه به جهت تکان خوردن جامعه مدنی. برای منی که دغدغه‌ام جنبش سبز به عنوان مهمترین و اصلی‌ترین جنبش اجتماعی و اینکه گمان می‌کنم که عقب زدن حاکمیت جز به اتکای نیروی اجتماعی ممکن نیست، نامزدی رفسنجانی فرصتی است برای تکان خوردن جامعه مدنی. هرچند که فراموش نکنیم یک امکان راه اندازی کارناوال‌ها به شکل قانونی دیگه منتفی شده، امکان تجمعات خیابانی به اون شکل منتفی است، مناظره‌های سال 88 تکرار نمیشه، مناظره‌های زنده. یعنی تمام تمهیدات رو حکومت پیش بینی کرده برای اینکه فضای سیاسی رو مسدود کنه. اما نامزدی آقای رفسنجانی که قطعاً تایید صلاحیت خواهد شد، البته فرق محال نیست، اما از نظر من قطعی هستش، خودش یعنی شکلی ستادهای انتخاباتی، حمایت آقای رفسنجانی یک جان گرفتن اصلاح طلبان و این یعنی تکان خوردن جامعه مدنی، توانمندسازی شبکه‌های اجتماعی، هویت گفتمان تغییر تثبیت میشه و اینها برای کسی که از زاویه جنبش اجتماعی نگاه میکنه و دنبال اصلاحات جامعه محور خودش توفیق، هرچند که منجر به پیروزی در انتخابات نشه. البته من در اون بخش بعدی عرض میکنم که چطور این رو میشه منتهی به یک توفیق سخت افزاری در قدرت هم دید یا خیر. فؤاد عزیز هم آقای کاظمیان گفتن که اومدن آقای هاشمی یک فرصته. ارزیابی شما از این وضعیت چی هست و اومدن هاشمی رو چگونه ارزیابی میکنید؟
منم سلام میکنم به صدا میاد؟ دوستان. حرف اینجا زیاد هست. من هم در مورد صحبت‌های آقای کاظمیان نظر خودم رو خواهم گفت. منتها دوست دارم اول با اشاره به حرف‌های خانم محمدی شروع کنم. آیا در سال 2013 برگزاری چنین انتخاباتی در ایران ما به عنوان ایرانی باید سرمون رو بالا بگیریم که در ایران داره چنین انتخاباتی برگزار میشه یا ما باید شرم بکنیم از یک چنین انتخاباتی؟ من به عنوان یک ایرانی از برگزاری چنین انتخاباتی در کشور خودم شرم میکنم. من شرم میکنم از اینکه در کشور من انتخاباتی برگزار میشه، مردم رأی میدن، رأی مردم رو میدزدن و مردم معترض رو سرکوب میکنن. من شرم میکنم از اینکه در انتخاباتی که ما در پیش رو داریم یک سری دزد، قاتل، جنایتکار و تحت تعقیب بین‌المللی اینها کاندیدای ریاست جمهوری در ایران هستند و آزادیخواهان و میهن‌پرستان واقعی یا در گوشه زندان هستند و یا اساساً امکان شرکت در یک چنین انتخاباتی رو ندارند. این انتخابات از نظر من به عنوان یک ایرانی یک انتخاباتی هست که من هیچ موقع نمیتونم سرم رو بالا بگیرم و بگم در کشور من داره انتخابات برگزار میشه. غایب بزرگ این انتخابات جنبش سبزه و به همین دلیل به نظر من کل این انتخابات وقتی که جنبش سبز در شروع نظر مشروعیتش زیر سوال، یعنی حداقل ترین نماینده‌ای که میتونست به نمایندگی از جنبش سبز در این انتخابات شرکت کنه آقای خاتمی بود و ایشون رسما اعلام کرد که به من اجازه شرکت در این انتخابات داده نمیشه. بنابراین من فکر میکنم تا به امروز سناریو مطابق اون چه که آقای خامنه‌ای خواسته در این انتخابات جلو رفته. کاندیداها هیچ کدوم کاندیداهایی نیستن که بتونن اون بازی رو که آقای خامنه‌ای با این انتخابات قصد داشته پیش ببره برهم بزنن. تا اینجا سناریو اونهایی رو که خواستن کنار گذاشتن، اونهایی رو که خواستن بهشون میدون دادن و بنابراین من فکر نمی کنم که دلیلی داشته باشیم که فکر بکنیم از این به بعد بازی میتونه به هم بخوره و طور دیگری بشه. آیا آقای رفسنجانی نماد تغییر در ایران هست؟ چیزی که دوستمون آقای کاظمیان گفتن، آیا امروز یک نماد تغییر در جامعه ایران متولد شده؟ من فکر میکنم که برای پاسخ به این سوال ما یکم میتونیم صبر بکنیم و دومی که نگاهمون رو ببینیم از کدوم طرف به جامعه در واقع و به مردم ایران میدوزیم. ما که اینجا نشستیم خب بیشتر شاید تحت تاثیر بخش‌ها و اقشاری از جامعه یک سری در واقع رفلکس هایی رو میگیریم و واکنش هایی رو نشون میدیم، ولی من این ارزیابی از ما شدیم رو ارزیابی ها نمیتونیم محکم بایستیم و روش جدل بکنیم و ثابتش بکنیم. فکر میکنم در ذهن توده بزرگی از مردم ایران آقای هاشمی رفسنجانی نه نماد تغییر بلکه نماد حکومت ایران هست. آقای هاشمی رفسنجانی نماینده جمهوری اسلامی هست، کسی هست که نزدیک به 35 سال در برپایی این حکومت با همه جنایت‌هاش دست داشته و اینی که ما امروز آقای رفسنجانی رو به عنوان نماد تغییر در ایران تلقی بکنیم این خیلی حرف بزرگی است. ما میتونیم به اشکال دیگری بگیم که به فرض در شرایط فعلی اگر آقای رفسنجانی به حکومت برسه میتونه مثلا مزاحمت‌هایی رو برای رهبری جمهوری اسلامی ایجاد بکنه. من قبلا گفتم من خودم مدافع این هستم که اگر این امکان نبود که مثلا آقای خاتمی کاندیدا بشه، اون موقع یکی از نقشه‌هایی که اپوزیسیون میتونه داشته باشه این است که نقشه آقای خامنه‌ای برای تشکیل دولت مطیع رو برهم بزنه. یکی از شروطش میتونه این باشه که مثلا آقای رفسنجانی میتونه این
نقشه دولت مطیع رو خنثی بکنه. ولی از آقای رفسنجانی به عنوان نماد تغییر نام بردن به نظر من این تفکر رو توی جامعه بردن تفکر بسیار خطایی هست. من نباید به این تفکر خطا درش سهیم بشیم. به هر حال بحث بر این نیست که از امروز تا 30 روز دیگه که انتخابات برگزار میشه این کاندیداها چه برنامه‌هایی خواهند داشت. برنامه‌های کاندیداها خب به نظر من تاریخی است که پشتشونه، عملکردی است که داشتن و ما بر اساس این تاریخ و این عملکرد میتونیم قضاوت بکنیم که اینها چه کردن و اگر از امروز بیان چه خواهند کرد. بنابراین من اگر بخوام صحبتم رو خلاصه بکنم، فکر میکنم که تا به اینجا این سناریوی انتخاباتی مطابق نقشه‌های دستگاه رهبری پیش رفته. من اساساً از اینجا به بعدش رو بیشتر به عنوان یک ارزیابی مطرح میکنم. اعتقاد ندارم که آقای رفسنجانی میتونه یک حرکت اجتماعی بزرگ ایجاد بکنه. آقای رفسنجانی شاید در اقشار متوسط، در بخش‌های روشنفکران، در نیروهای اصلاح طلب بتونه یک انگیزه ها و یک شور و شوق ایجاد بکنه، ولی این شور و شوق تا محلات جنوب شهر، تا توی کارخونه ها و تا توی روستاها نخواهد رفت و این اشتباهی که اگر ما فکر کنیم سرنوشت انتخابات رو این طبقه متوسط هست که رقم خواهد زد. من فکر میکنم که اومدن آقای رفسنجانی بیشتر در جهت تکمیل پازلی خواهد بود که برای انتخابات در نظر گرفته شده و از این نظر به نظرم حادثه خیلی امیدوار کننده و خوشحال کننده نمیتونه باشه. خب یک دور در مورد ارزیابی صحبت شد و شما مهران از دور قبل گفتید که انتخابات ابزار تغییر نرم قدرته و همینطور تاکید کردید، در عین حال تاکید کردید که چیزی نمیبینید که تغییری، یعنی شرایطی نمیبینید که در این وضعیت تغییر پیدا بکنه. سوال من اینه که آیا مثلا همین سه تا خواستی رو که خاتمی اعلام کرده بود و به یه نحوی همونطور که ایشون هم گفتن در آخرین چیزاش هاشمی هم مطرح کرده، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و آزادی یه شکلی چیز اینا، آیا این خواست ها به یه شکلی یک نوع تغییر نیست؟ سیاست شما در قبال این انتخابات به هر حال با توجه به این وضعیتی که ارزیابی که دادید محتملاً چه خواهد شد؟ این رو میخواستم بیشتر بدونم. بله، اگر ما آقای رفسنجانی رو هم الان در جبهه اصلاحات ببینیم، سهم ایشون در روند تغییر جامعه به هر صورت به نوعی به سوی مدارای بیشتر به اندازه است که بتونن اصلاحات از بالا رو به نظام تحمیل کنن و این خب یک تغییر توازن قدرتی میخواد. شما فکر میکنید قدرتی که آقای خاتمی داشتن در دور آخر ریاست جمهوریشون با رأی 70% 2/3 نمایندگان مجلس در جبهه اصلاحات بودند و در اون شرایط خطیر بین المللی که اون زمان بود و ایشون امکان دیکته کردن بسیاری از مسائل رو داشت، آیا آقای هاشمی رفسنجانی در همچین شرایطی هستن؟ آیا با همچین رأی انتخاب میشن؟ آیا 2/3 مجلس رو در اختیار دارن؟ نه، همچین چیزی نیست. من اصلا خوشحال از این وضع نیستم، چون فکر میکنم در بی‌آیندگی اصلاح طلبان بی‌آیندگی برای ایران هم هست. یعنی ایران به سوی فروپاشی سیاسی و اجتماعی خواهد رفت. قدرت حاکم از ابزار سخت به اصطلاح قدرت استفاده خواهد کرد، سرکوب رو تشدید خواهد کرد، نابودی نیروهای آزادیخواه رو تشریح خواهد. یعنی بنابراین اصلا من از این خوشحال نیستم که وضع اصلاح طلبان این گونه است که الان هست. بنابراین مسئله این که راه چیست؟ من راه رو در این نمی بینم که امید به آقای
به سیاست‌های آقای رفسنجانی اگر هم انتخاب باشن ببندم. هنوز هم ما فکر میکنم مسئله بازگشت به این سیاست که بدون فشار واقعی از پایین اصلاحات از بالا شانس نداره این درسته و دامن زدن به جنبش مدنی از پایین کاری است که وقت میخواد، زمان میبره، به آسانی ممکن نیست. اما استفاده از لحظه ها خیلی مهمه. آقای خاتمی امکان استفاده از لحظه ها رو در آخرین دور ریاست جمهوریش داشت، به ویژه در شرایطی که آمریکا به عراق و به افغانستان حمله کرده بود، اوضاع منطقه بسیار مغشوش بود و هر آن پیشبینی هم بود که احتمالاً فردا ممکنه آمریکا نیروهاش رو در تهران هم پیاده بکنه. در یه همچی شرایطی با رأی 2/3 و اون رأی بسیار قوی پشت سر ایشون همچی امکانی داشت. حالا از اون استفاده نشده الان، ولی فکر میکنم من از این برانم که یه شانس یا یه احتمالی که متاسفانه خیلی خوب نیست وجود داره. من فکرم بر اینه که آقای خامنه‌ای با جامعه جهانی روی تعامل نخواهد داشت، بر سر مسئله اتمی اصلاً کنار نخواهد آمد، ایشون حتی جنگ رو هم خواهد پذیرفت و در فکر این هست که احتمالاً ایران در یه شرایط مثل جنگ ویتنام در پایان جنگ بالاخره برنده هست و احتیاجی به سازش نیست، چون ایشون فکر اساسیش در این هست که قدرت سیاسی جمهوری اسلامی رو در منطقه گسترش بده. فکرش به چارچوب جغرافیایی ایران محدود نمیشه. در یه همچی شرایطی که مردم بسیار نگران هستند، ملت ایران بسیار اصلا سر خاص جنگی ندارن، بسیار نگران آینده هستند و برای همچی شرایطی احتمال این که اون وقت نیروهای به ویژه اصلاح طلب و نیروهای مدنی بتونن جنبشی رو در مقابله با جنگ طلبی آقای خامنه‌ای و برای صلح دامن بزنن و از این طریق کمکی به جنبش اصلاحات در این زمینه پیدا بکنن که در این تغییر توازن قدرتی که در یه همچی شرایطی به وجود میاد اون وقت امکان دیکته کردن اصلاحات از بالا به وجود بیاد. من فکر میکنم کار ما یه همچین مسئله است در این شرایط. البته یه چیز رو هم قبلا گفتم و اون این هست که چون ما سیاست‌ها همیشه به عامل زمان و مکان وابسته هستن، ما نمیتونیم یه سیاستی رو برای ابد. من نمیدونم 3 ماه آینده چه خواهد شد در ایران، میتونه شرایط دیگری پیش بیاد که من نظر دیگری بدم، ولی اون چی که امروز میبینم من شرایط تحمیل اصلاحات از بالا به نام آقای رفسنجانی رو نمیبینم، چون اون پایه اجتماعی لازم هم وجود نداره. آقای رفسنجانی از دید من امکان تغییر و دیکته کردن اصلاحات از بالا رو داره اگر با رأی طرفداران نظام جمهوری اسلامی به حکومت برسه. اگر ایشون وابسته به رأی امثال من بشه این قدرت رو نخواهد داشت. بنابراین تغییر و تحول باید درون نیروهای درون نظام اتفاق بیفته که به آقای رفسنجانی رأیشون رو بدن و یا در این ائتلاف‌های ممکنی که انجام میگیره کسانی به نفع ایشون کنار برن. اون وقت علائم دیگری هست که من میتونم نظرم رو تغییر بدم. خانم محمدی، شما در نوشتهاتون بیشتر از یک نوع شرکت تعاملی یا انتخاب نه تقابلی در انتخابات صحبت میکنید. الان در این مورد بیشتر میتونید توضیح بدین؟ بعد هم در رابطه با این که سیاستی که در رابطه با این انتخابات بیشتر پیشنهاد میکنید یا به نظرش میرسه روش یه مقدار چیز کنید، صحبت بکنید. بعد به هر حال اون بخش از سوال رو که دور قبل موند در این دور ادامه بدید در مورد سیاست. خب به هر حال همین سوال آخر رو که توجه به این چیز گفتم سوالمو، به هر حال سیاستی که شما پیشنهاد میکنید در برخورد به این انتخابات با توجه به حضور هاشمی رفسنجانی در انتخابات، همونطور گفتم قبلا هم نوشتین در مورد این سیاستی که پیشنهاد میکنید در برخورد به انتخابات. شما کلا انتخابات رو یک فرصت میدونید و
این نیستش که مثلا به هر حال تغییر تحولاتی که تاکید کردید روش که انتخابات همیشه اثرگذار بوده، طبیعتاً تو این انتخابات هم این نوع تاثیرگذاری رو بیشتر توضیح بدید به همون سیاست تعاملی که توی نوشتهاتون هم بهش تاکید میکنید. سیاست تعامل یا تقابل من فکر می‌کنم یه امر کلی هستش که بر اساس اون دو تا مقوله رو که ما خیلی راجبش تا یه زمانی خیلی صحبت می‌کردیم، انقلاب انفعال. زمانی گفتن که انقلاب یا انفعال نگیم، انقلاب یا اصلاحات نگیم. کسی امروز در پی انقلاب نیست. واقعیت اینه که در سخن و حتی در نتیجه گیری امروز کمتر مردم به دنبال انقلابن. انقلابات تاریخی داشتن، در تاریخ خودشون هم به هر حال یه تأثیرات معینی از مثبت و منفی گذاشتن. منم نظرم همیشه این بوده که همه انقلابات جهان اگر اتفاق نمی افتادن، یه قیاسی بین انقلاب انگلستان، در واقع انقلاب صنعتی در انگلستان و انقلاب سیاسی در فرانسه و وضعیت امروز نشون میده که هر چه که از راه تعامل پیش رفت، یعنی بر ویرانه‌های جریان دیگه قرار نبود که بنا بشه، چون خود روبیدن ویرانه و از بین رفتن همون نظم آشنا خودش کاربره. به این خاطره که انقلاب اثرگذار نیست، به خاطر یعنی به دموکراسی قطعا منجر نمیشه، برای اینکه شما یک نیروی خشن رو میخواین پایین بکشین و اون نیروی خشن رو بعداً جز با قدرت، با خشونت بیشتر نمیتونین نگهداری بکنید. به خصوص الان که بحث دموکراسی اساساً از راه‌های براندازی، سرنگونی، این مقولاتی که انقلاب رو تداعی میکنه به هیچ جا نمیرسید. در نتیجه اصلاحات، در نتیجه به نظر من انقلاب و همونطور که گفتم تأثیرات معین تاریخی که باقی گذاشته. آقای برتی اشاره میکنن که آقای خاتمی خیلی کارا رو توصیه میکنن نکردن در جامعه‌ای که اگر بیشتر صحبت کنن اشارهشون به اختیارات ولایت فقیه و بعدم میگن که اگر کسی از جانب ولایت فقیه و قدرت‌های اون حوزه تعیین نشده کاری نمیتونه بکنه، معتقدن آقای خاتمی میتونسته خیلی کارها بکنه و نکرده. ولی صدر شدن خاتمی برای من اولین خطری بود که وقتی خاتمی اومد روی کار و دوستان با عبارات اصلاح طلبانه قرار یک انقلاب رو گذاشته بودن، دوستانی که در خارج زندگی می‌کردن سالها و دیده بودن آمد و رفتن دولت‌ها چیز زیادی رو خیلی قرار نیست تغییر بده. به ویژه در جامعه ما هست که اتفاقاً تغییراتی میتونه ایجاد کنه، اونم حتما محدوده. اما تقاضاهایی که در اثر همین نگاهی که به نظر من نادرسته به وجود اومد، که این تقاضاها توقعاتی را از خاتمی مطرح می‌کرد که خاتمی با ماسه خودش، با اون بدنه اجتماعی خودش که اصلاح طلب که جامعه مدنی بود، حاضر بود بیاد رأی بده. ولی این جماعت جامعه مدنی که میان رأی بدن، اون جماعتی که شما تا صبح بکشید تو خیابونن نیستن. اگر 25 خرداد اومدن، برای تظاهرات سقوط اومدن، وقتی که اتفاق افتاد و قرار شد که دنبال جنازه های بچه هاشون بگردن، نخواستن دیگه اونو. جامعه مدنی که روشنفکر طبقه متوسط شهری مطالباتش رو به میدون میاره و نمایندگی میکنه، جامعه خیابان نیست. یعنی حرکت خیابانی که بشه نوعی از سیاست و اعتراض است. بنابراین این انتخاباتی که الان پیش میاد وجود داره، به نظر من تابع همه قوانین انتخاباتی منتسب با جوامع کمتر توسعه یافته که انتخابات نه، هر معمولی درشون نسبیه. آزادی انتخابات، ببینیم که حق آزادی، یعنی حق شرکت زنان در انتخابات در اروپا کی به زنان داده شد؟ زیاد بود از افغانستان نیست، سوئیس که در زمان صالح شاکر و جامعه عقب هم رفته. بنابراین این مسئله که حتما جامعه جلو میره، به هر حال یه چیزایی خود به خود تغییر میکنه، هر حکومتی سر کار باشه درست نیست، چون بیخ گوش ما جوامع عقب رفتن. خود ما وقتی که همین دوستان ما که ایراد داشتن به اینکه خاتمی به اندازه کافی رادیکال نیست، کاری نکرده، اصلاحات چه کرده، وقتی احمدی نژاد اومد گفتن تمام دستاوردهای اصلاحات از بین رفت. یعنی معلوم شد که این جامعه در طی اون 8 سال چیزهایی رو به دست آورده. به لحاظ اقتصادی من خیلی دلم می‌خواست
فرصت بود تاریخ‌هایی که آقای امامی میگفتن میشد بشکافیم چون حساسیت هم وجود داشت نسبت به این مسئله. این به لحاظ اقتصادی. به لحاظ اجتماعی شما بهترین فیلم ها ساخته شد، روزنامه ها از حد، یعنی متقاضیان بازگشایی روزنامه ها بسته میشد، با اسم دیگر باز میشد و هستن اینجا دوستان ما که تو این زمینه خیلی صاحب نظرن، بهار مطبوعات رو میتونن توضیح بدن. در زندگی مردم ایران که به خاطرش رأی میدن یا نمیدن، قهر میکنن، چیزهای معینی تغییر کرد و آینده اقتصادی مملکت هم گشوده شد. ما حتی رو به صدور خودرو هم بودیم، در دولت احمدی نژاد هم بقایای اون تلاش‌های ثمری دادیم. بنابراین وعده‌ای قرار انقلابی با اصلاحات ما نداریم. قراری که در هر تحول اجتماعی، هر مقطع انتخاباتی پیش میاد، ما سعی کنیم اون چرا که ممکنه تغییر بدیم و اون مقدار که قادر هستیم جلو بدیم. ببینیم که زندانیان سبز از توی زندانها میخوان خاتمی بیاد و فردا ببینید که انتخاب خاتمی یعنی هاشمی رو اونها تایید میکنن، همونهایی که بها میدن، همونهایی که به خاطرشون دوستمون فؤاد میگه من شرم میکنم. البته همیشه میشه شرم کرد، همیشه میشه از احساسات انسانی صحبت کرد، اما وقتی بحث معین سیاسی داریم کمکی نمیکنه. با شرم ما یا با افتخار ما قرار نیست چیزی تغییر بکنه. و ضمناً از انتخابات فعلی به نظر من با همون تئوری وارد میشیم که بین بد و بدتر حتی اگر شده انتخاب بکنیم برای اینکه یک کمی زندگی مردم ایران تغییر بکنه، فرصت نفس کشیدن به دست بیاد، دانشجویان ستاره دار انقدر متولد نشد و به هر حال همه پروسه هایی که متوقف و بعد عقب رفته بود تو مملکت. من همینجا یه بحث دیگه بود گفتم دوستان، از پله 4 افتادیم پایین. این به معنا نیست که میتونیم بریم حالا باید جبران کنیم یه دفعه بریم پله 5. این منطقی نیست. ما خیلی از چیزایی که از دست دادیم تحت همون کریدوری که آقای کاظمی میگن باید ایجاد کنیم، باید به دست بیاریم تا اون 230,000 و چند تایی که گفتن متخصص بخش صنعت قرار بیکار بشن، این روند کند بشه، این روند جبران بشه تا برسیم به نقطه‌ای که قرار بود حرکت‌های آغاز بشه. ما باید جلوی این فاجعه رو بگیریم. برای گرفتن ادامه این فاجعه‌ای که داره در مملکت می‌گذره که مشائی هم اومده و متاسفانه بعضی از دوستان ما برای مقابله با بیت رهبری میگن اون میتونه با رهبری مقابله کنه. حاصل این مقابله به باد رفتن منافع نسل‌های آتی ایران بوده. چطور میتونیم ایرانی باشیم، سیاسی باشیم، برای ایران مبارزه بکنیم ولی نگیم اون جریانی که مملکت رو به اینجا کشیده اتفاقا بیشترین تقابل با رهبری داشته. حاصلش برای مردم چی بوده؟ زیان‌هایی که وارد کرده قرار این سال و ماها هنوز جبران بشن؟ خیر. بنابراین با همون تئوری در انتخابات کنونی ما سعی می‌کنیم پشتیبانی کنیم، حمایت بکنیم و حذف هاشمی رفسنجانی رو هزینه دارتر بکنیم، چون به لحاظ قانونی ببینید هاشمی برگزیده رهبر برای 5 سال، یعنی صلاحیت اون در تشخیص مصلحت نظام برای 5 سال از جانب رهبری داده شده. این احتمال رو کم میکنه و آمدن خاتمی هم در واقع از آغاز پیش‌بینی خیلی از ما این بود که خاتمی اگر هم بیاد به نفع هاشمی کنار خواهد رفت به دلیل مجموعه امکاناتی که هاشمی داره و میزان تقابلی که کمتر از خاتمی باهاش خواهد شد. و اینکه واقعیت اینه که به هر حال درسته که یه رادیکال ها خیلی حرفا میزنن در اون مملکت، امام جمعه ها همه ممکنه حرفای مختلف بزنن، اما واقعیت اینه که ایران در شرایط بحرانی این هست که شاید کسی که نه اصلاح طلبه و نه صبر و نه اصولگرایی که ما میشناسیم و به اصطلاح زیانهای خودش رو به مملکت وارد کرده، هیچ کدوم از این نیروی ثبات فعلا پیدا بشه، نیروی ثبات برای اینکه بتونیم جلوی ادامه فاجعه رو بگیریم. آقای کاظمیان، شما روی
تکیه بر اصلاحات جامعه محور تاکید کردید. حالا اینکه یه مقدار روی این مسئله بیشتر اگه بشه باز بکنید. بعد هم خب آمدن شما آقای هاشمی رو شما به عنوان یک امکان تغییر ارزیابی کردید. خب طبیعتاً برخلاف آقای خاتمی که بیشتر به جنبش اصلاحات متکی بود، قدرت آقای هاشمی بیشتر در بالاست، در تعامل با بالاست، بیشتر با خط مشی که ملیحه تاکید میکنه با اون بیشتر همخوانی داره. این انطباق این دوتا رو چجوری توضیح میدید که این نظر و این چیز رو میخواستم من تعجب میکنم از خانم محمدی، یعنی یه جوری صحبت میکنن که انگار سال 88 رخ نداده در ایران. اگر این عقلانیت و تدبیری که ایشون داشتن آقای خامنه‌ای داشت که اون مشکل اینطوری نبود. یعنی من حاضرم به پروژه ایشون رو تایید کنم در صورتی که این پروژه رسمی حکومت بود. ببینید مشکل اینجاست که من با آقای تاوان من اول اینو تاکید کنم، تشکر کنم از شما که حرف من دقیق فرمودید. من گفتم هاشمی امکان تغییر. من نگفتم آقای تاوان که هاشمی نماد تغییر. گفتم هاشمی میتونه نماد تغییر باشه. الانم اعتقاد دارم که هاشمی میتونه نماد تغییر باشه. اگر هاشمی بیسته روی همون مطالبات نماد جمله پایانیش، اگر هاشمی مکانیزم هایی برای سلامت صندوق‌های رای پیش بینی کنه. اینجا ببینید شما توی ایران انتخابات آزاد سالم و عادلانه که نخواهید داشت. آقای دکتر قرقی فرمودن ما همه شعار انتخابات آزاد سالم و عادلانه سر می‌دیم. مکانیزمی براش نداریم. مکانیزم رو در دل واقعیت‌های موجود باید تمکین کنیم به اونهایی که مرشی و ناظرن. اگر هاشمی رفسنجانی چنان که در انتخابات مجلس خیلیان این کارو کرد بتونه مکانیزمی پیش بینی کنه، این رو به جامعه ارائه کنه و تلقین کنه که من این توانایی رو دارم، با قدرتی هم که اصلاح طلبان دارن، با تجربه‌ای دارن از سال 88 بتونن بگن که ما سلامت انتخابات رو میتونیم تضمین کنیم. ببینید این خودش دامن زده به یک گفتمان انتخابات آزاد سالم و عادلانه در مورد اختلافی که وجود داره در واقع ارزیابی از روند انتخابات، میتونه اطلاع رسانی کنه و بعدم که خب مطالبات خودش رو آقای هاشمی بیان کنه، آزادی زندانیان سیاسی تاکید کنه رو موسوی کرده و دیگران. من خودم الان چه کسی امضا ندادم با آقای هاشمی، آقای تاوان من اینجا باشون هم عقیده‌ام. کف در واقع نامزد ما برای انتخابات از منظر جنبش اسلامی آقای خاتمی بود، اما هاشمی رفسنجانی نماد تغییر میتونه باشه. من همچنین اعتقاد دارم. با این نکته آقای تاوان هم عقیده‌ام که سناریوی مطلوب رهبری محقق شده. من فکر می‌کنم که حماسه سیاسی که آقای خامنه‌ای شعارش داد الان متحقق شد. یعنی یک چیزی حداقل 70% در انتخابات شرکت خواهند کرد در من و این جمعیت خیلی قابل توجه با حضور هاشمی و دیگر نامزدها به اندازه لازم با یک تقلب خیلی معمولی من فکر می‌کنم حتی اگر 60-65% هم شرکت کنم به راحتی یک عدد 15% هم اضافه بشه رفته بالای 70%. حماسه سیاسی محقق شده. اما اونجایی که اختلاف نظر دارم با آقای تاوان، اونجایی که من تعجب می‌کنم چطور ایشون ساختارهای اجتماعی رو متسلب ببینن. یعنی اینکه میگن هیچ دلیلی وجود نداره که تغییر رخ بده. اینجا همونجایی که من اختلاف نظر دارم. ببینید فردای 22 خرداد هیچ کس فکر نمی‌کرد واکنش مردم چطوری باشه. هیچ کس انتظار نداشت موسوی و کروبی چطوری ظاهر بشن. اینجا شما در انتخابات آتی هم هیچ وقت نمیتونید از حالا ما اینجا نشستیم در خارج، نه تنها ما، کسانی که در داخل کشورن، کما که در اون انتخابات ما داخل کشور بودیم. ما توی تجمعات خیابونی قبل از 22 خرداد بودیم، ولی باز پیش بینی نمی‌کردیم که اون خیابون رو 3 میلیون نفر برن امام حسین تاج‌زاده رو پر کنن. و برخلاف صحبت خانم محمدی فقط 25 خرداد هم که جامعه مدنی اومد. جامعه مدنی تا 25 بهمن 89 ادامه داد. یعنی من تعجب می‌کنم این مرزبندی که ایجاد می‌کنن به احکام کلی که من به عنوان یه دانشجو علوم سیاسی انقد جدی دارم. اصلا نمیشه یک همچین حکمای جدی صادر کرد که انقلاب نه، اصلاحات، جامعه مدنی از حضور خیابونی گریزان. شما بخشی از پروژه اقدام سیاسی
بخشی از راهرو الان تکیه به جنبش اجتماعیه. جنبش سبز اتفاقا ویژگیش اینه که به نیروی اجتماعی در خیابان متکی شد. اون نقد که آقای براتی وارد میکنن که البته با مضمونش موافقم ولی با خروجیش همدل نیستم، اون نقد هست بله این جنبش میتونست فرجام دیگه پیدا کنه. اما این که ما بگیم آقا رهبران جنبش سبز مقصرن، من اینجا اختلاف نظر دارم. چرا؟ چون شما با یک جنبش اجتماعی کلاسیک روبرو نیستین. آقای موسوی و کروبی کسانی نبودن که این جنبش رو ایجاد کنن و حالا صدور فرمان اونها منجر به شیفت کردن پروژه سیاسی مردم بشه. کسانی بودن که در کنار مردم منجر شدن جنبش اجتماعی ارتقا پیدا کنه، صداقت اونها، شجاعت اونها، همراهی اونها با جنبش مردم رو رسون به اینکه اینها رو در موقعیت رهبری جنبش ارتقا بده. و خود آقای موسوی آذر 89 2 ماه قبل از به حذف رفتنش بود که گفت من 2 ماه بعد از انتخابات کذایی بود، اون مناظره ها بود که فهمیدم قصه چیه. یعنی بالاخره آقای موسوی هم یک کسی بوده متعلق به این نظام با تحولات پیش رفته. به خاطر این میخوام بگم برخلاف اون که آقای تاوان فرمودن که دلیل وجود نداره، از نظر من این دلیل وجود داره. دلیلش اینه که پتانسیل تغییر در جامعه ایران وجود داره، ناراضیان اقتصادی در جامعه ایران وجود دارن. این ناراضیان اقتصادی رو فقط شعارها و حملات تند ولایتی، قالیباف، حداد عادل و همه نامزدها جز مشایخ به دولت احمدی نژاد نمیتونه ارضا کنه. من حتی با این هم موافق نیستم. برخی دوستان فکر میکنن که مشایخ نامزدیه که به راحتی میتونه لایه‌های نابرخوردار رو بسیج کنه پشت خودش. با این هم همدل نیستم، چون به هر حال سپاه، بسیج و کمیته امداد اینها اون بخش نابرخوردار رو به رغم که یارانه گرفتن هدایت میکنن به طرف نامزد خود، مطلوب خودشون. من اگه بخوام در واقع ارزیابی خودم از بیرون الان بگم، یک حماسه سیاسی رخ داده از منظر آقای خامنه‌ای، اما همه بازی دست حاکمیت بخش سخت افزاری قدرت نیست. جامعه مدنی بخش نرم افزار قدرت اگر تغییر رو و پتانسیل تغییر در رفسنجانی ببینه، اگر فعالیت آقای خاتمی، تحرک ستادهای انتخاباتی اینها بتونه ارتقا پیدا کنه، بازی ممکن از دست همه کسانی که بازی رو پیش بینی کردن، از جمله آقای خامنه‌ای که اجازه ورود به خاتمی نداد اما اجازه داد رفسنجانی بیاد. چرا؟ چون که فکر میکنه مثل دیگر نامزدها، فکر میکنه که با حضور متعدد نامزدها که من احتیاج نیست لیستش رو فهرست اسامی رو الان مرور کنم، به شکل غریبی نامزدهای انتخابات این دوره متعددن. چرا؟ چون رد صلاحیت احتمالی مشایخ بره در سایه رد صلاحیت‌های گسترده افرادی مثل آقای کواکبیان و دیگران و حتی مثل آقای مسعود پدشکیان، چند تا نماینده مجلس الان نامزد شدن مدعی این در واقع ریاست جمهوری هستند. این بخشیش هست. اما غیر از این اینکه انتخابات 2 مرحله‌ای بشه، من مختصر میکنم، همه این احتمالات هست. یعنی ممکنه حاکمیت بیاد همون بلایی رو سر آقای رفسنجانی بیاره که سر آقای کروبی آورد. یعنی بگه آقا خودت، دکتر سروش، ادوار، دراویش و کسانی که شعارهای حقوق بشری سر می‌دادن، همه شما آرایتون از آرای باطله کمتره و هاشمی حتی امکان پیدا نکنه برید نامزد مرحله دوم بشه. ولی این همه بازی در اختیار مرکز ثقل قدرت نیست. من تاکیدم اینه جامعه مدنی میتونه تغییر متفاوتی رو تحمیل کنه اگر آقای هاشمی اراده این رو داشته باشه. ببخشید من پرگویی می‌کنم، یه نکته اضافه کنم اینجا. بازی میتونه شکل برد باخت داشته باشه به نفع رهبری، بازی میتونه باخت باخت باشه هم به زیان رهبری هم به زیان آقای رفسنجانی و اصلاح طلبان، ولی بازی میتونه برد باشه. اون چیزی که نهایت خوشبینی خانم محمدی توش هست و من هم ابراز امیدواری میکنم، یعنی کاش آقای خامنه‌ای و اون جریان امنیتی نظامی همسو با ایشون این تدبیر رو داشته باشن که اگر دیدن اراده تغییر و بسیج اجتماعی حول هاشمی شکل گرفته، بیان از درون کسی که دولت ائتلافی رو سر داده و قطعا یک دولت متکثری خواهد داشت هاشمی، اجازه بدن گذار به دموکراسی با مدل مذاکره و گفتگو مثل اسپانیای بعد فرانکو در ایران شکل بگیره. هرچند که در مقام یک روشنفکر بود
اما در مقام یک کنشگر متاسفانه برخورد آقای خامنه‌ای و حکومتگاه خاتمی نشون میده که نمیشه اینقدر خوشبین بود و فقط من به عنوان یک کسی که میگم باز اعتقادم به جنبش اجتماعی نگاه میکنم به تکان خوردن جامعه مدنی و شبکه‌های اجتماعی. خب فؤاد گفتش که غایب بزرگ این انتخابات جنبش سبزه. شرایط انتخابات با توجه به کاندیداهایی که اومدن ممکنه داغ بشه. چه شرایطی باید در این انتخابات به چه شرایطی باید در این انتخابات رسید که بشه جنبش سبز امکان حضور داشته باشه؟ آیا جنبش سبز خواسته های جنبش سبزه یا اینکه الزاماً چیز دیگه ای هست که تصور دیگه ای از جنبش سبز وجود داره؟ آیا خب باید تلاش کرد خواسته های جنبش سبز رو مطرح کرد یا پیشنهاد دیگه ای داد؟ همین خواستم در این مورد صحبت کنید. من این روش حتما صحبت میکنم. قبلش منتظر میخوام یک نکته در حمایت از صحبت‌های آقای کاظمیان مطرح بکنم. نه شما نیست. و اون این هست که اون حماسه سیاسی داره محقق میشه از نظر آقای خامنه‌ای. یک آماری چند وقت پیش توی همین سایت‌های ایران زده بود و یک نظرسنجی بود. 3 حالت رو پیش بینی کرده بود و بر اساس اون 3 حالت این نظرسنجی انجام گرفته بود. یه حالتش این بود که انتخابات فقط با شرکت نیروهای اصلاح طلب پیش بره، نیروهای اصولگرا پیش بره، که یه چیزی در اومده بود میزان مشارکت حدود 30%. حالت دومی بود که انتخابات با یه طرفش اصولگراها باشن و یه طرفش کاندیداهای درجه 2 اصلاح طلب مثل همین عارف و اینا. اون هم در اومده بود با یک میزان مشارکت حدود 2-3%، بیشتر هم هولوش 30%. حالت سوم این بود که همه باشن، یعنی آقای خاتمی تو این چیز نبود. یه طرف مشایی بود، یه طرف رفسنجانی بود و از اونها هم غالیباف و اینجا مشارکت رفت رو 70%. و البته این نظرسنجی گفته بود که مشایی حدود 49 خورده میاره ولی زیر 50، رفسنجانی حدود 35% میاره و غالیباف حدود 15%. اما اینی که جنبش سبز معنیش چی هست؟ من اتفاقا میخواستم همین صحبت بکنم که حالا فراتر از جنبش سبز، اصلا اصلاحات که ما صحبتش رو میکنیم، به نظر من هر 4 سال یک بار فرصتی هست که ما یک ارزیابی بکنیم که اصلا این اصلاحاتی که ما میگیم و متبلور میشه در این شعارها و خواسته ها این چی هست. من نظرم این است که این اصلاحات به طور مداوم رو به پس رفت. یعنی این اصلاحات با آقای خاتمی شروع شد، امروز این اصلاحات رسیده با آقای رفسنجانی و من مطمئنم که 4 سال بعد ما از آقای رفسنجانی هم عقب‌تر خواهیم رفت. دلیلش هم روشن است. دلیلش این است که بازی به طور کلی در دست حکومت یک میدونی حکومت یعنی جمهوری اسلامی یک میدونی درست میکنه، یک سطحی از خواسته ها میذاره، اصلاح طلب‌های ما تو همون میدون بازی میکنن. به همین دلیل هست که خواسته ها مرتب داره کوچیک میشه و وقتی ما نگاه میکنیم ببینیم که ما از افکار اصلاح طلبانه از یک جاهای امروز شروع رسیده با آقای رفسنجانی. من صحبت که اون دفعه کردم فقط تکیهش به حرفی که آقای کاظمیان زدن که میگه حالا من اونم منظورم بود نبود. من توی اینترنت دیدم، برای دوستانم تعریف کردم، پوستری در اومده بالاش بزرگ نوشته رویای آزادی، عکس آقای رفسنجانی زیرش. اینا پوسترایی که برای انتخابات داره در میاد. من اینجا خوشحالی رو که توی سالن بعد از شنیدن خبر کاندید شدن آقای رفسنجانی هست می‌بینم. یعنی یه حالتی که انگار در یک انتخابات آزاد مثلا کاندیدای ما رفته توی این انتخابات، بعد آدم نگاه میکنه میبینه که
خب چرا داره اینطور سطح خواسته های ما مرتب میاد پایین؟ آیا یک جایی ما باید بیستیم یا ما باید منطبق با اون میدونی که حکومت به طور دائم داره تنگترش میکنه خودمون رو کوچیک‌تر بکنیم؟ من از این نظر میگم غایب بزرگ این انتخابات جنبش سبزه که فکر میکنم که هیچ کدوم از این نمایندگانی که امروز در واقع دیگه کاندیداتوری هم تموم شد و بسته شد، اینا هیچ کدوم اون خواسته ها و مطالباتی رو که در جنبش سبز مطرح شد حتی در اشکال اصلاح طلبانه سبزش اینها دنبال نمی‌کنن. من به اون این رو می‌بینم. حالا زیاد مخالفتم نمی‌کنم با تمام اون تحرک اجتماعی که به فرض به وجود بیاد با آقای رفسنجانی رو برسونه به ریاست جمهوری، ولی این سوال باز هست، پس فرداش چی؟ آیا جامعه ما، مردم ما، جوانای ما یه بار دیگه سرخورده نخواهند شد؟ بعد موقع این سرخوردگی رو ما چند بار فرصت داریم که این چنین ضربات بزرگی رو بخوریم، امیدواری های نسبت به جریان ها و یا شخصیت های به وجود بیاریم و این امیدواری ها بعد از بین بره. الان این سرخوردگی که تو جامعه ما از جنبش سبز وجود اومده، این سرخوردگی سنگینیه. بنابراین اینی که در برابر این پرسش قرار بگیریم که چه باید کرد، خب من میگم که مگر ما به عنوان مثلا نیروی اپوزیسیون چقدر در خلق این صحنه نقش داشتیم که حالا بخوایم راه حل برای خروج از این صحنه بدیم. شرایطی میشه، موقعیت‌های پیش میاد. من فکر میکنم که اپوزیسیون چاره‌ای نداره که بگه این میدون من نیست و خودش رو آلوده یک در واقع سناریویی که از پیش تنظیم شده نکنه. من فکر میکنم که این سناریو توی صحبت قبلی من گفتم از پیش تعیین شده است. این سناریو همون حماسه سیاسی آقای خامنه‌ای رو حالا با بالا و پایین و با رأیی که روش میسازن محقق خواهد کرد. ما تجربه جنبش سبز رو داریم. ما دیدیم که اینها وقتی مصالحشون اقتضا میکنه نه 100,000 200,000 بلکه میلیون رأی جابجا میکنن. من فکر نمیکنم که جمهوری اسلامی ایران این همه سرکوب کرده، این همه هزینه برداشته که امروز دوباره بیاد و یک مثلا نماد تغییر یا نماد اصلاح طلبی رو بذاره اون بالا به رأی مردم. اینا به نظر من یک شاید ناشی از این است که ما چون هیچ چاره دیگری توی این شرایط نداریم، به هر حال ممکنه خیلی هم واژه خوبی نباشه ولی دل خودمون رو خوش میکنیم که شاید اینطور بشه. ولی به نظر من سیر منطقی رویدادها، اون چیزی که از سال 88 شروع شده تا به امروز، این رو میگه که این انتخابات مطابق میل آقای خامنه‌ای پیش خواهد رفت. مردم ایران، نیروی اپوزیسیون توی این چارچوب قادر به برهم زدن این بازی نخواهند بود به نظر. بسیار خوب. البته اتحاد جمهوری‌خواهان خب قبلا یه اطلاعیه داده در این مورد، هم تذکر دادم بگم که موضعش چی بود. اینا به هر حال موضعش این بوده که قبل از این پایان این چیزها بوده بیشتر، و موضعش این بوده که یه سری مطالبات هم جامعه مدنی یا جنبش مطالباتی رو میشه در همین انتخابات هم به عنوان یه فرصتی برای تغییر فعال کرد و سعی کرد که تأثیر گذاشته. و من شخصا خودم فکر نمی کنم که انتخابات تموم شده است. انتخابات تازه شروع شده از امروز به نظر من، و فکر می کنم که ما هنوز این فرصت داریم که روی این چیزهایی که با تمام تلخی که همه این انتخابات ها داشته و قواعدی که بر انتخابات در جمهوری اسلامی حاکم هست قطعاً مورد پسند، مورد پذیرش هیچ کدوم از ما تا حالا نبوده، ولی علیرغم این وجود داره این قوانین و به این شکل عمل میشه. نظارت استصوابی هست، امکان کاندید شدن شخصیت‌های مستقل نیست. آدمی مثل خاتمی با گله میکنه و نمیاد توی صحنه و میگه که چه مشکلاتی برای حضورش، به عنوان دو بار رئیس جمهور بوده و نخست وزیر 8 ساله دوران جنگ توی زندان،
کسی که چندین دور رئیس مجلس بوده توی زندان، اکثر فعالین به اصطلاح جنبش اصلاحات توی زندان هستن. اینا به هر حال شرایطی که بر جامعه حاکم هست، جامعه ما حاکم هستش، این چیز رو به نظرم به ما دیکته میکنه که از هر روزنه‌ای که بتونیم باز بکنیم و یک مقدار نفس بکشه جامعه، به نظرم باید تلاش کرد، این کار رو کرد. و من هم معتقدم که این که حکومت میخواد بر صندوق ها حاکم باشه، یک طرف قضیه هستش که مردمی هستن که پای صندوق های رأی میرن و رأی میدن و نشون دادن که در سال 76 و 88 به طور مشخص که رأی دادنشون بی حساب نیست و باید دید که چه چیزایی پیش میاد، چه حوادث پیش میاد. به هر حال اگر کسی اگه سخنرانان نکته‌ای داشته باشن کوتاه اضافه کنم بر صحبتاشون میتونم بکنم. بعد ما فکر میکنم که یه چند تا سوال را میتونیم جواب بدیم. فکر میکنم تا 8:30 ما ادامه میدیم و تا چند تا سوال رو میتونیم 20 دقیقه بذاریم، 10 دقیقه بذاریم به دوستان که هر کدوم اگر نکته تکمیلی دارن کوتاه بگن و 20 دقیقه رو میذاریم برای سوال که دوستانی که از سالن سوال دارن میتونن سوال بکنن. من به این نکته اشاره بخواستم بکنم که تغییر موازنه نرم قدرت معنیش این هست که نیروهای اصلاح طلب جامعه از قدرت مقابله با نیروی سرکوبگر و استفاده کننده از ابزار سخت افزار ندارند و چون قدرت مقابله ندارن میخواهند با ابزار انتخابات راهی رو برن که نیروی اجتماعی، پایه اجتماعیشون رو گسترش بدن. این یه اصل درست هست. ما در ایران خیلی میبخشید، ما نیروی اجتماعی اصلاح طلب حکومتی نداریم. تمامی اصلاح طلبان حکومتی ایران در سراسر کشور بیشتر از 1000 نفر کادر ندارند. با این 1000 نفر که اگر 5000 نفر هم بکنید شما نیروی اجتماعی نمیشید. نیروی اجتماعی زمانی میشه اصلاح طلب که بتونه در رابطه با قدرت حاکم راه رو طوری باز بکنه که انحصار قدرت و سیاست به حاکمیت بسته بشه. این تنها امکان حضور نرم افزاری اصلاح طلبان در جامعه است. خب ما هیچ وقت روی این صحبت نمی کنیم که این چگونه باید انجام بگیره. از هر انتخاباتی به انتخاباتی یه بار ناجی خاتمیه، یه بار رفسنجانی، یه بار کروبیه، یه بار موسوی و کس دیگری است. اصلا مثل این که خود ما در این جامعه حضور نداریم. ما نیروی بی آینده ایران شدیم. اپوزیسیون هیچ آینده‌ای در ایران نداره که کسی راجع بهش صحبت کنه. چرا از میان ما کسی کاندید ریاست جمهوری نمیشه با یک برنامه انتخاباتی؟ چرا اتحاد جمهوری خواهان و ما از جنبش زنان از کمپین 1 میلیون امضا یک بانوی رو کاندید انتخابات نمی کنیم؟ از جبهه ملی ما خواستیم، دوستان جبهه ملی هم مراجعه کردن که میخوان آقای امیر انتظام رو کاندید کنن و پشتیبانی خواستن و ما هم به جد گفتیم که حتما این کار رو خواهیم کرد و به محضی که ایشون اعلام آمد، ولی نکردن. 2 روز بعد اطلاع دادن نه ایشون نه آقای باوند حاضر نیستن. وقتی اپوزیسیونی اصلا خودش حضور نداره، مدعی نیست، مدعی قدرت نیست، خب کارش فقط به این میرسه که چگونه به خاتمی و به رفسنجانی و غیره نگاه کنه که این هم لازم هست، این در صحنه سیاسی لازم است، باید این انجام بگیر. ولی من نمیدونم چرا نیروهای ملی مذهبی، نهضت آزادی، جبهه ملی، جمهوری خواهان، مشروطه طلبان، کمونیستا، نمیدونم حزب دموکرات کردستان و دیگران هیچ کدام در این صحنه اصلا مدعی نیستن، خودشون رو در این مملکت آینده دار نمیدونن و این یه جای خالی در این بحث ماست. نمیدونم چرا ما همش خودمون رو مشغول کردیم به جایی که اصلا جای ما نیست. اون کار رو باید کرد، ولی فکر میکنم
اون دامن زدن به جنبش مدنی ایران جز این ممکن نخواهد بود که بخش معترض جامعه مدنی ایران خودش مدعی قدرت بشه، خودش مدعی انتخاباتی بشه. اون وقت میتونه در این داد و ستد، اون وقت همون کاری که با آقای کروبی موسوی کردن، به هر دو پیشنهاداتی کردن، قبول کردن، یک نوع ائتلاف نانوشته میان جنبش مدنی اجتماعی ایران و دو کاندید انتخاباتی 4 سال پیش انجام گرفت و این ائتلاف خوبی بود. الان هم راه همونه، ما نمیتونیم فقط چشمون رو به یه طرف ببندیم. مرسی. من به یه فقط در مقام جنبندی یه کامنتی من عرض کنم، این که انتخاب میان بد و بدتر که خانم محمدی هم تاکید میکنن یا اون اصلاحات حکومت محور، پروژهش اینه، اصلاحات دوم خردادی. از نظر من اون یه پروژه مختومه بعد از 22 خرداد 88، حداقل از زاویه جنبش سبز. یعنی اون بخش از جامعه ایران که خیلی هن، بخشی از طبقه متوسط شهری ترجیح میدن به قالیباف رأی بدن تا حداد عادل، اونها انتخاب خودشون رو خواهند داشت. و خب من احترامم قائلم برای این بخش از جامعه که بخشی از همونها کسایی بودن که کنار سبزها امام حسین آزادی رو پر کردن. اما این دلیل نمیشه که اون بخشی که دغدغه آقای تابان هم هست که من به روی این انگیزه دارم، سرمایه اجتماعی جنبش سبز، این بخش که برای من مهم هستش، علل حساب میتونه فقط مطالبات خودش رو مطرح کنه و خواسته های خودش از آقای رفسنجانی، و این کاری که به نظر من قطعا سبزها خواهند کرد. یعنی در فرصت هایی که گیر بیارن توی این انتخابات خواهند پرسید از آقای رفسنجانی که شما پروژت برای موسوی و کروبی چیه و پروژت برای آزادی زندانیان سیاسی چیه و سلامت صندوق‌های رأی. اینا پرسش‌های کلیدی سبزها هستش که اینکه رأی من کو، اینکه بالاخره شما اگر فردا به شما هم رأی بدیم که قول میدی پس فردا موسوی و کروبی رو آزاد کنی، چه تضمینی میدی که رأی من شمرده بشه؟ به خاطر من فهم کنم که کاملا میشه از این زاویه، یعنی پیگیری اون محورهای اصلی بیانیه 17 موسوی، اینها رو در واقع توپایی که میشه انداخت زمین رفسنجانی و توی همین انتخابات اینا رو ارتقا داد، این خواستا و مطالبات رو. اون بخشی هم که آقای براتی فرمودن، من اینم عرض بکنم که چرا دکتر باوند یا آقای امیر انتظام یا از نهضت آزادی یا ملی مذهبی یا نامزد نمیشن؟ پاسخش مشخصه، چون زیر تهدیدن داخل کشور. وقتی آقای خاتمی میگه من نمیتونم، وقتی امروز خانم فاطمه راکعی پسر رفسنجانی و خانم معصومه ابتکار از شورای شهر رد صلاحیت میشن، یعنی ورود نیروهای بیشتری داره فیلتر میشه. وقتی شما با یک دولت رانتی و ایدئولوژیک طرفین، اینا تکلیف مشخصه. به خاطر این گریزی نیست جز اینکه نیروهای واسط که میشن اصلاح طلبان دارای حاشیه امن، حالا نه تنها خاتمی که به قول خانم محمدی 4 پله پایینتر شما به رفسنجانی هم توسل کنین، بلکه بشه یک راه فرجی پیدا کرد. اما از منظر کنش عقلانی، اون رشنال چویس تئوری، شما هزینه فایده میکنین اقدامتون رو. برای من هزینه‌ای که در واقع سرمایه اجتماعی جنبش سبز باید تا یک جایی برسه که من هزینه‌اش کنم برای رفسنجانی، در غیر این صورت واگذار میکنم به انتخاب خود مردم هر طور که صلاح دونستن. من یه توضیحی در مورد بد و بدتر بگم و حماسه سیاسی که گویا همه مواظبیم که چون این حرف از دهن رهبری در اومده اون محقق نشه. مسئله ما این نیست. شما هر حرف خوبی رو هم که بزنید ببخشید جناح اقتدارگرا اونو برداشته از خودش کرده. اصلا مسئله این نیست. انتخاب بین بد و بدتر که یک انتخاب منطقیه و هیچ کس نمیتونه منکرش بشه. شما وقتی به خوب دسترسی ندارین، اگر این رو نکنین در واقع توی گل خودتون شلیک کردید. این یه امر محافظه‌کارانه منطقیه که باید انجام بشه. این انتخاب فقط مردم نمی‌کنن، چون مردم وجود دارن، چون جنبش سبز وجود داره، نه فقط در شکلی که آقای کاظمی هستن و نه در این شکل وجود ندارن. آقای دکتر پیمان هم ملی مذهبی هستن، معتقد به حد اکثر تعامل و حتما تعامل با رهبری هستن این روزها، برای اینکه سنگ روی سنگ بند بشه، برای اینکه ایشون باشون صحبت کردن. خیلی خوب، خیلی خوب، باش
حالا من میخوام بگم این اندیشه سبز شما فقط نیستید با این رادیکالیسمی که هست. خیلی خوب. نه اطلاعاتمو من میگم، اطلاعاتم از صحبت تلفنی شخصی دارم میگم. این که این بد و بدتر رو این جامعه، این جنبش سبزی که در اشکال روشنفکرانش، فیلم هایی که میسازه، انعکاسی که در جهان داره، وجود داره و زنده است، به رهبری هم تحمیل میکنه. اصلا فکر این که خاتمی و هاشمی بیان برای این بود که ناگزیر بشه حکومت بین بد و بدتر برای خودش. در واقع از این طرف به مرگ گرفتن که اونها به تب راضی بشن، نه با توپ و تشر، نه با اینکه آقای رهبر اومدیم گولت بزنیم، ولی برنامه این بود. حالا اگر امروز نذاشتن اساسا آقای خاتمی بیاد بیرون، برای اینکه انعکاس حضور اون رو که سبزه، که اصلاحات، که هرچی، بر نمیتابن. اما این انتخاب بین بد و بدتر برای حکومت هم هست. همین الان هم اتفاق افتاده برای حکومت بین خاتمی و هاشمی. هاشمی رو انتخاب کردن نه برای اینکه تونستن کاری رو که میخواستن بکنن. دقیقاً اون چه که میخوان اینه که نیروهایی که به بیت رهبری نزدیکن اونها بیان که میشه رو عبد و عبید بودنشون حساب کرد. فقط یک جمله میخوام بگم که شاید یه زمانی زدن این حرف در اپوزیسیون یه خورده بی‌معنا بود، ولی الان معنا داره. من اون چیزی که در اینجا میگم، من به عنوان یک مخالف جمهوری اسلامی صحبت میکنم. یعنی من کسی هستم که فکر میکنم این حکومت به عنوان عامل اصلی استبداد، سرکوب، فقر، گرانی در جامعه ما باید از بین بره. تمام فکری که من دارم، تاکتیک هایی که سعی میکنم ارائه بدم، همه از این زاویه است که این انتخابات، هر اتفاق در جامعه ما به تضعیف این حکومت منجر بشه. من خواهان اصلاح این حکومت نه اینکه نیستم، معتقدم که ممکن نیست. بسیار خوب. الان ما 20 دقیقه فرصت داریم، چند تا سوال رو میتونیم جواب بدیم. یکی از دوستان بیاد این میکروفون رو ببره به دوستان بده. خب خیلی زیاد شد.